ана аз ин ба баъд дарем ба кали хатлон чо با این صورت گیرو خیلی همین اسپوردی همین اسپورد امروز که روزنامه دوست داشته ما خطلون روزهای درهای کشات اعلان کرده است ما از ناحیه مولانا عبدالرحمن جامی بر روزنامه تشریف آوردیم با کار و فعالیت کارمندان آن شناخته شدیم با آنها بسیار هم نزدیکی داریم مثلا با برادرمون خانزاده که از دوره‌های بچگی شناس هستیم دست ما را راست میکند ما مخبر جمعیتی بهارستان میباشیم در همین روزنامه هم امسال یک قریب 20 مقاله من چاپ شده است که از همین یک 5-8 در روزنامه همین دوست داشتم میباشد برای چی دوست داشته است؟ برای آنکه در خانه من نشسته چای نوشیدت گازت خواندن میگیری خودت تخیل من که من امروز در برجوانم در خوالینگم در شهرتوزم از همه حیاتی مردم پیشروی ولایت خطلون با واسطه همین روزنامه دوشمون ما آگاه میشیم که مردم چی خیلی زندگی دارن در آنجا چی موفقیت ها هست برای همینم فکر میکردم که همه همین اهل ولایت خطلون باید به همین روزنامه آبونه باشند یا گرفته از کیاسکا از خوانند بهره برند حیاتی خطلون باستانی را شناخته شوند از نزدیک و کل کارمندان روزنامه با خطلون و شخصا با سرمحری این روزنامه که یک مرد شریفی مرد با قوت زباندان و معتبر می باشد و کامیابی های بی‌نظیر آرزومندم. خب شما با نسل جوان چی گفتنی دارید که امروز ژورنالیستان جوان با اداره ما و اولین مثلا مکتب روزنامه‌نگاران جوان شروع می شود شما با اونها چی گفتنی دارید؟ هم خیلی گفتنی دارم که ما جوان بودیم همه وقت در روزنامه ناحیوی می آمدیم امروز که اینقدر روزنامه ها بسیار شده است در دوره ما کار کردن ولایت هم نبود خود ولایت شده است روزنامه های با نفوذ زیاد شده است شخصا بازم برمیگردیم و همه روزنامه دوست داشتم خطلون بیایم همکاری کنن مقاله خود را آن چیزایی که برد و بخش میبینن فرستانن بیان شناس شوند و آینده ممکن از بین آنها ژورنالیستان با مهارت تاجیکستان با باید میرسند. تشکر.